صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. گروهی بدیدم که اندر دعا بگویند مسیحا به زودی بیا، که ما تشنگانیم و هم دردمند، به درگاه قدوس تو مستمند. مرض هاست ما را به دلها حضور، بدر کن ز ما حزن و فسق و فجور. که امید بر اسم تو بسته ایم، به نامت ز عصیان همی رسته ایم. توکل به انسان نداریم هیچ، که انسان کند راه را سخت و پیچ. پدر را پرستیم و عیسی پاک، که در جلجلتا بهر ما شد هلاک. مسیح آن خداوند حی و مبین، سؤالی بکرد از جماعت چنین: که بخشید سنگی به فرزند خیش، که نان را طلب کرده با قلب ریش. و کو مار بخشد به فرزندها، که ماهی بخواهند با گریه ها. اگر او که انسان است و در خطاست، ببخشد به فرزندها نیک و راست. خدا بهر انسان چه بخشنده است، که خیرت است تا که پاینده است. به ایمان تو گر می سرایی خدا، بدان بهر ایمان گرفتی شفا. به ایمان تو گر می سرایی خدا، بدان بهر ایمان گرفتی شفا. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، درود بر شما. امیدوارم که با اشتیاق شدید آماده شنیدن گفتار خدای تعالی بوده و غذای روح را از او که آفریننده ماست دریافت بدارید. عیسی مسیح می‌فرماید: من آمدم تا گنهکاران را بجویم و نجات بخشم. ما امروز درباره این نجات دهنده با شما سخن می‌رانیم. از شما دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 12 بگشایید تا از فصل 8 انجیل مقدس به قلم متی حواری آیات شریف را که درباره کار و تعلیمات و زندگی عیسی مسیح سخن می‌راند با همدیگر مطالعه کنیم و از زندگی مقدس و پاک و بی‌شائبه نجات دهنده و منجی بشریت نمونه بگیریم. متاسفانه در برنامه قبل به خاطر کمی وقت موفق نشدیم که تمام آیات فصل 8 را مطالعه کنیم. پس اجازه می‌خواهم که ابتدا 5 آیه آخر فصل 8 را خدمتتون بخونم و سپس توجه خود را معطوف به فصل 9 جلب کنم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. عیسی مسیح در ادامه خدمت و بشارت خود از شهر کفرناهم به وسیله قایق به آن طرف دریای جلیل، یعنی به سرزمین جرجسیان می رود. در آنجا او معجزه‌ای انجام می دهد، معجزه‌ای که می بایستی مردم را متوجه خدا کرده و آنان را به سوی یکتاپرستی بکشاند. اما مردم نه فقط قادر به دیدن نیاز باطنی خود نمی شوند، بلکه از عیسی مسیح نیز تمنا می کنند که شهر و دیارشان را ترک کنند. و البته دلیل این نوع رفتار مردم را باید در خود آنها یافت. مطابق قانون شریعت خدا، گراز و خوک ناپاک محسوب می شد و یهودیان حق نداشتند حتی به آن دست بزنند.
اما مردم شهر جرجسیان نه فقط به این امر خدا اهمیتی نداده بودند، بلکه به شغل گرازبانی پرداخته و به پرورش خوک و گراز می پرداختند. البته شاید علت آن این بوده که قادر بودند پول هنگفتی را به وسیله فروختن گوشت آن به غیر یهودیان و به قول خودشون به افراد نجس به دست آورند. اگرچه دلیل آن آشکار نیست، ولی یک چیز مسلم است که آنان از کلام خدا پیروی نمی‌کردند و در گناه زندگی می‌کردند و شریعت الهی را به خاطر مادیات زیر پا نهاده بودند. عیسی مسیح نور خدا به میان آنان می‌رود تا آنان را از مهر الهی آگاه سازد. ولی کسانی که در بند ارواح خبیث هستند برای همیشه و تا ابدیت اسیر آن بوده و خواهند بود و او می‌خواست که مردم شریر را به سوی نجات و حیات ابدی بکشاند. او آمده بود تا گناهکاران را، کسانی که در ارواح شریر زندگی می‌کردند، کسانی که در بند اهریمن بودند، دعوت به توبه کند تا پاک شود. او نور عالم بود که به دنیای تاریک آمد تا دنیا را منور گرداند و به خاطر همین هدف مقدسش بود که به سرزمین گناه‌آلود جرجسیان وارد می شود. از آیه 28 الی 34 فصل 8 انجیل شریف اینطور می خوانیم: و چون عیسی با شاگردانش به آن طرف در زمین جرجسیان رسید، دو شخص دیوانه از قبرها بیرون شده به دو برخوردند و به حدی تندخوی بودند که هیچ کس از آن راه نتوانستی عبور کند. در ساعت فریاد کرده گفتند: یا عیسی ابن الله، ما را با تو چه کار است؟ یا عیسی ابن الله، ما را با تو چه کار است؟ مگر در اینجا آمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب کنی؟ و گله گراز بسیاری دورتر از ایشان میچرید. دیوها از وی استدعا نموده گفتند: هرگاه ما را بیرون کنی در گله گرازان ما را بفرست. مسیحشان را گفت: بروید. در حال ارواح خبیث بیرون شده داخل گله گرازان گردید که فی‌الفور همه آن گرازان از بلندی به دریا جسته در آب هلاک شدند. اما شبانان گریخته به شهر رفتند و تمام آن حادثه و ماجرای دیوانگان را شهرت دادند و اینک تمام شهر برای ملاقات عیسی بیرون آمد. چون او را دیدند التماس نمودند که از حدود ایشان بیرون رود. آنچه که عیسی مسیح در اینجا انجام می‌دهد را باید از بزرگترین معجزات او شمرد. شاید به خاطر عدم آشنایی ما با ارواح پلید و شیطان و عدم اطلاعات کافی در مورد ارواح خبیث، غالب اوقات این داستان و یا این معجزه مسیح را سرسری بخوانیم و بدون توجه به بزرگی و اهمیت معجزه از آن بگذریم، در حالی که با کمی تأمل قادر به درک اهمیت این معجزه عظیم هستیم و به بزرگی این معجزه پی خواهیم برد. گفتیم که این معجزه مسیح به مراتب بزرگتر از شفا دادن مرد و جزامی و یا امر کردن به باد و طوفان و آرام کردن دریاست. این معجزه بزرگتر از شفای مریضان است. چرا؟ زیرا در اینجا عیسی مسیح ارواح خبیث را امر می کند و آنها را تحت تسلط فرمان خودش در می آورد. مریضی و کسالت و یا امراضی که دائمی بود و حتی انسانها را متدریجاً از بین می برد، مثل ابرص و جذام و غیره، اینها در واقع امراض موقتی محسوب می شوند. چرا؟ چون انسان پس از مرگ دیگر از جذام نیز آزاد میشه، از انواع امراض جسمی از بین میره، آزاد میشه. پس از مرگ نابینایی نخواهد بود. پس از مرگ دیگه مهم نیست آدم اگه چلاق بوده یا نه، مریض بوده یا نه، اینها همه با مرگ از بین میره. ولی کسانی که در بند ارواح خبیث هستند برای همیشه و تا ابدیت اسیر آن بوده و هرگز از آن آزاد نخواهند شد مگر اینکه روح خداوند آنان را آزاد سازد. و به گواه تاریخ بشریت عیسی مسیح یگانه کسی بود که صاحب قدرت روح القدس و اختیار بر ارواح خبیث رو داشته. یعنی اینکه عیسی مسیح قدرت داشت ارواح خبیث رو نهیب کنه. وقتی ارواح پلید با عیسی مسیح روبرو می شدن، خود را در عذاب می دیدن و از حضورش فرار می کردن. نمی توانند در برابر منجی حق مقاومت کنند.
موضوع دیگر این که در این آیات توجه ما را به خود جلب میکنه اینه که نمیگوید یک روح پلید در این دو شخص وجود داشت، بلکه میفرماید ارواح پلید بسیاری بودند که در این دو شخص زندگی میکردند و این دو انسان را اسیر خود ساخته بودند. بدن آنان جایگاه ارواح پلید بود. شاید سوال بشه که معنی ارواح پلید چیه؟ در این مورد بیشتر توضیح بدهید. دوستان عزیز، مطابق تعلیمات کتاب مقدس، شیطان که یکی می باشه دارای خدمتگزاران و پیروان و یا غلامان بسیاری می باشد که به اسم ارواح پلید به ما معرفی شدند. آنان وظیفهشون در بند نهادن انسانها و اسیر ساختنشونه و عواملی هستند که روح یاغیگری در آدمی را تشویق کرده و موانعی را برای پیروی کردن ما از خدای تعالی در زندگی به وجود می آورند. دشمنان نیکی و قدوسیت و راستی هستند و کتاب مقدس تعلیم می دهد که بدن انسان یا جایگاه خداونده و یا جایگاه ابلیس. یعنی ما یا وجود و هستی خود را کاملا مطلقاً به خدا تقدیم کردیم و از خداوند پیروی می کنیم و سیرت و صفات خدا را در زندگی پیروی می کنیم و یا به شیطان تعلق داریم. انجیل مقدس میگوید وقتی که شما زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح میکنید و میخواهید صادقانه زندگی پاک و مقدس و شایسته‌ای نظیر خود عیسی مسیح داشته باشید، شیطان با تمام قوا بر علیه شما قیام میکند و با به وجود آوردن هزارها مشکلات و بدبختی و اتفاقات ناخوشایند و تحریکات و لذات جسمانی سعی در بازگردانیدن شما را از راه راستی دارد. برای همین است دوستان عزیز که در انجیل می‌خوانیم که ای عزیزان در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید تا بتوانید در برابر وسوسه‌ها و حیله‌ها و نیرنگ‌های شیطان تاب بیاورید که در واقع همان ارواح اهریمنی هستند. چرا؟ می‌فرماید چون ما با مردمی که از گوشت و استخوان هستند جنگ و دعوا نداریم، بلکه با موجودات نامرئی در جنگیم که بر دنیای نامرئی ما حکومت می‌کنند. آنها موجودات شیطان و فرمانروایان شریر تاریکی اند که بر این دنیا حکمرانی می‌کنند. میگوید جنگ ما با اینها و با روح‌های شریری است که در دنیای ارواح زندگی می‌کنند. انجیل مقدس نه فقط به ما میگوید که ایمانداران در یک جنگ روحانی شرکت دارند، بلکه راه پیروزی و نحوه مبارزه با ارواح شریر را بیان می‌دارد. میگوید اسلحه‌های خدا را بپوشید، به اسلحه‌های خداوندی مسلح شوید، به طوری که میگوید از تک تک اسلحه‌های خدا استفاده کنید. اول کمربند محکم راستی را به کمر خودتون ببندید، قوی بشید. دوم زره عدالت خدا را در بر کنید که تیرهای شیطان شما را آزرده نکند. سوم کفش انجیل را بپوشید تا بتوانید همه جا بروید و پیغام دلنشین انجیل را به همه برسونید تا مردم با خدا صلح کنند. یعنی به مردم مژده بدهید، قوت خدا را بیان کنید که اگر آن را صاحب بشند میتونن بر اهریمن پیروز بشن. چهارم میگوید سپر ایمان را بردارید تا بتوانید به وسیله ایمانتان جلو حملات شیطان را بگیرید. پنجم میفرماید کلاهخود را به سرتون بگذارید، کلاهخود نجات را به سر بگذارید. و ششم شمشیر روح خدا را که همان کلام خداوند است به دست بگیرید. و هفتم همیشه دعا کنید. دوستان عزیز، مبارزه ما بر علیه اهریمن به وسیله شمشیر و توپ و تفنگ نیست، به وسیله بمب‌های شیمیایی نیست، به وسیله توپ و تانک هم نیست. مبارزه بر علیه اهریمن باید با کلام خدا و با قدرت خدا و با ایمان قوی به خدا در برابر اهریمن باشه. ما اگر می‌خواهیم با اهریمن مقاومت کنیم بایستی اسلحه‌های روحانی را بپوشیم، نه اسلحه‌های جسمانی. و دوستان عزیز، نیروهای اهریمنی قادرن تشخیص بدن که آیا من و شما با خدا هستیم یا نه، آیا با قدرت الهی آراسته شدیم یا نه، آیا از خداوند پیروی میکنیم یا نه، آیا با خدا هستیم یا نه. چطور میتونن اینو بفهمن؟ به اعمالمون نگاه میکنن، به رفتارمون نگاه میکنن و آن وقت ببینن اگه با خدا هستیم به جنگ بر علیه ما میپردازن، ولی اگه با خدا نباشیم ما را آزار نمیدن. چرا؟ چون میدونن به خودشون تعلق داریم.
حالا ما چطور به این حقیقت پی ببریم که آیا با خدا هستیم و یا اینکه ارواح خبیث وجود ما را قبضه کردند؟ جواب را در این حادثه میتوان یافت. گوش کنید. وقتی عیسی مسیح از کشتی پیاده میشه و میخواد به طرف شهر بره، دو مردی که ارواح خبیث در آنها بودن در برابرشون ظاهر میشن. وقتی مسیح رو میبینن فوری او رو میشناسن. آنها فریاد زدن که علامت ترس و وحشت آنان از عیسی بود. گفتن یا عیسی ابن الله، ما را با تو چه کار است؟ ببین، آنها عیسی را شناختند. آنها دانستند که عیسی کلمت الله است، ابن الله است. آنها عیسی را از خدای حقیقی جدا ندانستند. آنها عیسی را ابن الله می‌خوانند یا کلمت الله یا فرزند خدا، که مقصود کسی که منعکس کننده جلال و حشمت و جبروت خداست. نکته دیگر این که آنان قادر بودند تشخیص دهند که عیسی مسیح کیه. او کسی است که داوری به عهده او نهاده شده است. برای همین بود که میگویند آیا آمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب بدهی؟ که مقصود از قبل از وقت همان روز محشره. آیا آمده ای که حالا ما را داوری کنی؟ مسیح با کلامی ارواح پلید را بیرون میکنه و آنان را از قید و بند اهریمنی آزاد میکنه. مردم شهر وقتی خبر این معجزه عظیم را میشنوند، به جای اینکه خدا را شکر و سپاس بگویند، میترسن. ترس بر آنها غلبه میکنه، درست مثل اون دو شخصی که ارواح خبیث بر آنان بود. شاید ترس آنان این بود که متوجه شدن این قدوس خدا قادر خطایای آنها را بشناسه. این قدوس خدا خطایای آنها را آشکار میکنه. و یا قدوسیت و قدرت مسیح را دیدن که در برابر آن تاب تحمل نداشتن. آنان که یک بار قانون خدا را شکسته بودند، بار دوم براشون بسیار آسان تر بود. مردم این شهر که قانون خدا را بارها و بارها زیر پا گذاشته بودند، براشون خیلی راحت بود که نور و راستی را رد کنن، نپذیرن. برای همین بود که از مسیح گفتن از شهر ما خارج شد، تمنا میکنیم در شهر ما نمان. دوستان عزیز، لازم است که یادآور شم که اگرچه به ظاهر امر امروز افرادی که از روح شریر پر هستند در میان ما وجود ندارند، اما حقیقت هم اینه که خیلی ها هستند که از ارواح اهریمنی پرند. در غرب شیطان پرستان بسیاری هستند. در مشرق زمین نیز همینطور. در کشور خودمون هم همینطور. برای نمونه در شهرهای غربی کشورمون افرادی هستند که با شیطان آنچنان در تماس هستند که در عالم خلسه فرو میروند، از خود بیخود میشن و حتی با شمشیر خود را مجروح میکنن. آتش داغ بر زبان خودشون میگذارن، خود رو به برق متصل میکنن و یا کارهای بسیار عجیبی رو انجام میدن. بدن خود را عذاب میدن بدون اینکه دردی رو حس کنن. اینها همه شیطان پرستانی هستند که ظاهراً مؤمن و بسیار مذهبی اند، طالب خدایند، اما حقیقتاً خدای آنها اهریمن است. آنان پیرو شیطانند، اسیر اهریمن هستند. بدانید و آگاه باشید که باید بدن شما جایگاه روح پاک خدا باشد، نه اهریمن. در غیر این صورت اهریمن جایگاه های خالی دل شما را با ارواح ناپاکش پر خواهد کرد. بیایید از مسیح مقدس که صاحب قدرت و اختیار است تمنا کنید که با عطا کردن روح القدسش وجود خالی شما را در زندگیتون پر کنه، قلب خالی شما را از روح القدس پر کنه تا شیطان جرأت نکنه صاحب و مالک شما شود. بیایید از روح خدا پر شوید. این دعوت و پیام انجیل است، روح پاک و مقدس خدای تعالی. با بیان این مطلب حالا توجه خود را به فصل 9 می‌کنیم. در فصل 8 ما با 6 معجزه عیسی مسیح روبرو شدیم و حالا در فصل 9 نیز 6 معجزه دیگر که هر کدامشون ثابت کننده قدرت و اقتدار عظیم الهی در عیسی مسیح است برای ما بیان شده است. در 8 آیه اول ما با مهمترین موضوع و سوالی که در ذهن هر انسانی که طالب خداست روبرو می‌شویم و آن اینه که چه کسی قدرت داره گناهان ما را ببخشه و یا چگونه می شود از گناهان خودمون آزاد بشیم. بدون شک دوستان من، اگر شما واقعا میخواید خدا را پیروی کنید در خودتون خطا میبینید. چرا؟ چون وقتی که در برابر نور روی خدا قرار بگیرید تازه اون موقع است که تاریکی ها لکه های زندگیتون آشکار میشه و مسلماً وقتی که متوجه شدید که خطاکارید و گناه دارید، طالب این هستی که
چه کنم تا پاک شوم؟ چه کنم تا از گناهانم آزاد شوم؟ جواب سوال اینه که عیسی مسیح تنها کسی است که نه فقط ادعا نمود که قادر گناهان ما را ببخشه، بلکه عملاً ثابت کرد که قادر است و میتواند گناهان من و شما را ببخشد. نه فقط ادعا کرد بلکه آن را ثابت نمود. فراموش نفرمایید که انبیای اسبق و پیروان گذشته هیچ کدامشون قادر نبودن گناهان انسانها را ببخشند. هیچ پیامبری ادعا نکرده که قادر گناهان را ببخشه. آنها خود نیازمند بخشش گناه بودند. آنها از خدا تمنای بخشش کردند. موضوع کفاره و تاوان دادن برای گناهان بشر را در فصل‌های بعد ما به طور کامل مورد توجه قرار خواهیم داد. اما آنچه که در این قسمت انجیل آمده است باید توجه ما را به این سوال مهم مبذول داره که آیا من از گناهانم آزاد شدم یا نه؟ آیا من اسیر گناهم یا آزاد و بنده پاک خدا؟ اجازه بدید آیات را خدمتتون بخونم. میگوید پس عیسی به کشتی سوار شد و به شهر خیش آمد. ناگاه مفلوجی را بر بستر خوابانیده نزد وی آوردند. چون عیسی ایمان ایشان را دید، مفلوج را گفت ای فرزند، خاطر جمع دار که گناهانت آمرزیده شد. آنگاه کاتبان با خود گفتند این شخص کفر میگوید. عیسی خیالات ایشان را درک نموده گفت از بهر چه خیالات فاسد به خود را میدهید؟ زیرا کدام سهل تر است، گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن آن که برخاسته بخرام؟ لیکن تا بدانید که پسر انسان قدرت آمرزیدن گناهان به روی زمین را دارد. آنگاه مفلوج را گفت برخیز و بستر خود را برداشته به خانه خود روانه شو. در حال آن مفلوج برخاسته به خانه خود رفت. و آن گروه چون این عمل را دیدن متعجب شده، خدایی را که این نوع قدرت به مردم عطا فرموده است تمجید نمودند. دوستان عزیز، به این آیات بایستی توجه خاصی مبذول داشت. در آیه اول می‌فرماید عیسی از شهر جرجسیان به کفرناهم برمیگردد. چیزی نمی‌گذرد که مرد مفلوجی رو نزد عیسی مسیح می‌آورند. در انجیل مرقس اطلاعات دقیق تری به ما داده شده و نشان می‌دهد که وقتی مسیح در حیات منزلی مشغول تعلیم بوده و جماعت زیادی در منزل بودند و حتی در خارج از منزل جمع شده بودند، عده‌ای این مرد مفلوج را به روی برانکار می‌گذارند تا پیش مسیح بیاورند. ولی جمعیت بی اندازه زیاد بود. اونا چاره‌ای نمی‌بینن جز اینکه برن رو پشت بام و سقف سفالی یا سایبانی که مسیح در آنجا تو حیات داشت تعلیم می‌داد رو بردارن و مفلوج را به وسیله طناب جلو پای مسیح پایین بگذارن. وقتی عیسی مسیح ایمان این مرد مفلوج رو می‌بینه، به او میگوید ای فرزندم، گناهانت آمرزیده شده، یا من گناهانت را بخشیدم. ایمان مرد مفلوج سبب میشه که مسیح گناهان او را ببخشه. اما کاتبان که افراد مذهبی بودند وقتی کلام مسیح رو میشنوند با خود میگویند این شخص کفر میگه. چرا؟ چون جز خدا چه کسی میتواند گناهان انسان را ببخشد؟ جز خدا چه کسی میتواند گناهان را ببخشد؟ قضاوت آنها درست نبود. البته علتش این بود که آنان عیسی مسیح را نمیشناختند. برای همین بود در دل خود گفتند که این شخص کفر میگوید. البته جمله درستی گفتند. جز خدا هیچ کس قادر نیست گناهان را ببخشه. منتها آنها عیسی مسیح را نمیشناختند. دقیقاً به ماهیت، شخصیت، مقام و الوهیت عیسی مسیح پی نبرده بودند، ولی میدانستند که فقط خداوند است که میتونه گناهان را ببخشه. از اونجا که عیسی قدرت عظیم داشت و قادر بود افکار مردم رو بخونه، رو به آنها کرده و میگوید چرا اینقدر فکر پلیدی دارید؟ و بعد از آنان سوال میکنه و البته این سوال برای اثبات گفته خودش میباشد. میگوید کدام آسان تره؟ آیا بگم که ای جوان، ای فرزند، گناهانت بخشیده شده، و یا اینکه مرض او را شفا بدم؟ و دوستان عزیز، این سوال رو مسیح از ما میکند. کدام یک آسان تره؟ حرف زدن یا عمل نمودن؟ آنان جواب عیسی را ندادند، ولی اگر جوابی داشتن میگفتن که هر دوشون بزرگتر و مهمتر از یکدیگر هستند.
عیسی به آنان میگوید برای اینکه به شما ثابت کنم که من در این دنیا اختیار بخشیدن گناه را دارم، برای اینکه به شما ثابت کنم خداوند این قدرت را به من عطا کرده، رو به آن مرد افلیج کرده و میگوید بلند شو، تشک خود را جمع کن و به خانت برو. در آن دم آن مرد مفلوج، آن مرد افلیج که نمیتونست راه بره، از جاش بلند میشه، سالم و صحیح، تشکش رو ور میداره و به منزل میره. وقتی مردم این را دیدن، ترس سهمگینی آنان را فرا میگیره. چرا؟ چون با چشمان خودشون شاهد این معجزه بودن. ستایش خدا را آغاز میکنن و حمد و ثنا میگویند. دقت کنید، خدا را به خاطر این چنین قدرتی که به عیسی عطا کرده است شکر میکنن، عبادت میکنن. و دوستان عزیز، عیسی مسیح در تمام معجزاتش هر کاری که میکرد برای این بود که نام خدا را جلال بدهد و نه نام خودش. حالا برگردیم به سوال اصلی. اگر عیسی مسیح فقط میگفت گناهان تو را بخشیدم، اون وقت جای انتقاد باقی بود، زیرا بخشیدن گناه را نمیشه دید. ولی او برای اثبات کلامش مفلوج را هم شفا میدهد و روی همین است شفای افلیج اثباتی میباشد برای ادعای او، چون قدرت شفا از خداست و اگر مسیح به دروغ ادعا میکرد، خدا هرگز قدرت شفا جهت اثبات ادعایش به مسیح عطا نمیکرد. ولی همونطور که میبینیم مسیح او را شفا میبخشد. دوستان عزیز، امروز مسیح همین قدرت را داره، قدرتی داره که میتونه من و شما را از هر گناه پاک کنه. متاسفانه چون وقت ما به پایان رسیده، مجبورم سخن را در اینجا به پایان برسونم و با شما خداحافظی کنم، ولی امیدوارم که بتونیم در این مورد بیشتر صحبت کنیم و شما نیز در این مورد به تفکر و تعمق بپردازید. خداوند قدرت بخشش گناه را به عیسی مسیح سپرده و او آن را عملاً در این عالم به اثبات رسانیده. لااقل من میتوانم بگویم که خداوند مرا از گناهانم آزاد کرده، چون گناه بودم، در گناه اسیر بودم، ولی او با قدرت خیش مرا از اسارت گناه رهانیده. آیا میخواهید امروز این لطف خدا را نصیب خودتون کنید؟ مسیح زنده است، قدرتش هم جاودان است. آنچه که مهمه اینه که شما با ایمان به سویش بیایید. خدای مهربان یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.